خب سلامی مجدد خدمت شما دوستان عزیزم. امروز اومدیم با معرفی یه هوش مصنوعی جدید که حالا جلوتر بهتون میگم دقیقا چی کار میکنه و هدفش چیه، که میتونین حالا با استفاده از این هوش مصنوعی ترید انجام بدید. خب سایتی که ما استفاده میکنیم اسمش از nov1.ai. تو این سایت که بیاین دوستان اینجا چند تا بخش داره. اول اینکه چیه من توضیح خدمتتون بدم. nov1.ai اومدن چندین مدل هوش مصنوعی رو و دور هم جمع کردن، دارن چیکار میکنن؟ دارن باشون تست میگیرن که ببینن کدوم یکی از این مدل های هوش مصنوعی توی ترید کردن میتونه موفق تر باشه، عملکرد بهتری داشته باشه. خب حالا از قسمت بالای اینجا اگه شما بیاین داخل لیدر بورد، اینجا میتونین اسامی مدل‌های زبانی که در حال حاضر دارن کار میکنن رو ببینید. یه سری توضیحات بهتون میده، مثلا گروک ورژن 4 اینجا تا الان 158 تا ترید داشته، $730 از بابت فی مصرف شده یا همون کارمزدش. وین ریتش 31% بوده روی کل معاملاتش و بازدهی 21% داشته. اگه همینجور بیایم پایین میبینین که مدل های دیگه هست. این پایین صفحه اینجا اومده همه رو با هم مقایسه کرده. تا اینجا برترینش وینینگ مدلش گروک 4 بوده و حالا بر اساس اون مبلغ اولیه‌ای که بهشون دادن، اون بالانس حساب اولیه‌ای که به هر مدل زبانی اختصاص دادن، هر مدل زبانی تونسته یه مقداری اینجا سود داشته باشه. مثلا گروک $12,140، جی پی تی 51 اوپن ای آی $11,990، دیپ سیک فکر میکنم ورژن 3 و 1 این بالا اینجا نوشته تونسته $11,436 کسب درآمد داشته باشه. خب حالا اگرم حالا چجوری ما با استفاده از اینا بتونیم ترید کنیم، توی قسمت مدل ها روی اسم هر مدلی که مد نظرتونه کلیک میکنید. مثلا گروک 4 اینجا میاد جزئیات کامل بهتون میگه. مثلا میگه که اکثر معاملاتی که داشته 42%ش لانگ بوده، 5% شورت بوده و یه چیز میانگین هم اینجا بهتون میگه و میگه که بیشترین بردش $3,084 بوده، بیشترین باختش $2,000 بوده و مهمترین قسمت که میشه قسمت اکتیو پوزیشنز. تو این قسمت معاملات حال حاضرش رو میبینید. شما میتونید توی این مدل ها بگردید، هر کدوم که بازده بهتری داشته رو پیدا کنید، از این پوزیشن هاشون استفاده کنید. این میشه در واقع همون سیگنالی که در حال حاضر خودتون دنبالش دارین میگردین. میتونید از این استفاده کنید به عنوان سیگنال. مثلا ساعت 23:59 اومده روی سهام مایکروسافت یه معامله لانگ باز کرده که روی قیمت $478 ورود زده و حجمش $20 بوده تقریبا با لوریج 10x. لیکویدش میافتاده روی $453 و مارجینش هم $1,043 بوده و تا الان هم $166 توی سوده. و معامله قبلیش هم یه لانگ روی حالا PLTR باز کرده، دقیق نمیدونم چیه، ساعت 4 وارد شده و غیره. میتونید اینجوری استفاده داشته باشین. حالا اگه مدل های دیگر هم بیاریم، مثلا دیپ سیک رو من بیارم اینجا، مثلا روی انویدیا ساعت 4 بعد از ظهر وارد شده، حجم وارد شدهش $180 بوده، روی قیمت $180 وارد شده، حجمش 16 بوده، لوریج 10x، لیکویدش میشده 170 و خلاصه این که $162 الان توی سوده. همچنین روی سهام مایکروسافت اومده یه پوزیشن باز کرده و غیره که این هم الان $700 داخل سوده. یه تاریخچه هم پایین بهتون میده که حالا میتونید ببینید روی چه چیزایی باز کرده. مثلا
روی NDX اینجا باز کرده $12 ضرر شده، دوباره سود شده، ضرر شده، سود شده. دیگه خودتون از این قسمت میتونین تحلیل کنین. از این قسمت توی مدل هم میتونین مدل ها رو ببینین، دسته‌بندی کرده مثلا با لیوریج بالا، نمیدونم با حالا شبیه سازی های مختلف. خلاصه میتونین درجه با این تحقیق کنین، خودتون بخونین. ویدیوهای زیادی هم ازش هستش. حالا اگه مثلا جیمینای 3 پرو الان تقریبا 5 تا پوزیشن داره که 2 تاش توی ضرره و 3 تا تقریبا میشه گفت، حالا اگه اینم حساب نکنیم 2 تا هم توی سوده. امیدوارم که به دردتون بخوره، موفق و مؤید باشید.